سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. آغاز کار سروی سازمیک دوبودی در سه بلاک حوزه نفتی افغان تاجیک. ثبت 166,000 شهروند بازگشته به کشور برای اشتغال زایی توسط امارت اسلامی. و سقوط یک تیاری جنگی ترکیه در خاک این کشور. امروز چهارشنبه ششم ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. بر اساس تفاهمنامه میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت ازبکستانی اوزبیک اویسیس جیولوژیکی کار سروی سازمیک دوبودی در سه بلاک حوزه نفتی افغان تاجیک شامل میدان محمد جان، احمدآباد و شمر آغاز شد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که حوزه نفتی افغان تاجیک در شمال کشور یکی از حوزه‌های تثبیت شده بزرگ نفتی به شمار می رود و در این مرحله سروی سازمیک آن در مساحت 7617 متر مربع انجام خواهد شد. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید که کمیته فراهمسازی فرصت‌های کاری برای مهاجرین بازگشته تاکنون 166,007 بازگشت کننده ماهر و غیر ماهر را ثبت و به منظور کاریابی فهرست آنان را بر ریاست عمومی اداره امور شریک کرده است. به گفته آقای فطرت همچنان برای 6141 مهاجر بازگشته در ولایت‌های مختلف کشور زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فراهم شده است و افزوده که تاکنون فهرست 2000 مهاجر بازگشته به گونه مستقیم به منظور استخدام در ادارات مختلف اماراتی شریک شده است. ملا نورالدین ترابی با مؤسسه افغانی تفاهمنامه همکاری مشترک به ارزش بیش از 145,000 دلار را امضا کرد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که مطابق این تفاهمنامه در 24 قریه ولسوالی ساغر ولایت غور 24 تن آموزش دیده و سپس به 120 تن دیگر آموزش‌های مسلکی ارائه می‌کند. همچنان توزیع تخم‌های بذری، وسایل زراعتی و اجرای پروژه‌های کوچک آبی با مشارکت مردم عملی خواهد شد. و در اخیر رسانه‌های ترکی به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داده که یک فروند تیاری جنگی نو F-16 ترکیه بامداد امروز در یک ولایت غربی این کشور سقوط کرده است. بر اساس گزارش‌ها پیلوت این تیاره جان باخته و علت سقوط آن هنوز مشخص نشده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.